شب 9 به دهم ینور در گذرگاه زیر زمینی نزد بازار مرکزی شهر اصفهان شخصان نامعلوم با طلب استعفای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان شعار نوشتند. منابع پایگاه خبری بامداد از اصفهان خبر دادند که مقامات علاقه صبح 10 ینور این شعارها را پاک کردند و گفته همصحبتان بامداد روز یکشنبه 10 ینور در گذرگاه زیر زمینی نزد بازار مرکزی اصفهان و اطراف آن شماره زیاد کارمندان میلیسا و امنیت دیده میشد و به راهگذران اجازت عکس یا نوار گرفتن جای شعارها را نمیدادند. در یک هفته آخر این بار دوم است که در شهرهای ولایت سوخت شعارها با طلب استعفای پرزیدنت امامعلی رحمان پیدا می شوند. شب 3 ینور شخصان نامعلوم در روی فرش رورو و در یک دیوار در خیابان شرق در نزدیکی بازار پنجشنبه شهر خوجند نیز شعارهای با طلب استعفای پرزیدنت نوشته بودند. ویدیوی آن شعارها را پایگاه اپوزیسیونی اصلاح تیوی نشر کرد، ولی در ویدیویی که ساکنان روز بعد به رادیو آزادی فرستادند دیده میشد که مقامات آن شعارها را هم در دیوار و هم در روی فرش رورو رنگ کردند. مقامات امنیتی حفظ حقوق تاجیکستان تا کنون خبر ویدیوهای نشر شده درباره شعارهای ضد امامعلی رحمان در اصفهان و خوجند را شرح ندادند. نصب چنین شعارهای ضد پرزیدنت امامعلی رحمان در سالهای آخر در تاجیکستان بی سابقه است. امامعلی رحمان که 68 سال دارد و از سال 1992 اینک 28 سال باز بر تاجیکستان راهبری میکند، در انتخابات ماه اکتبر سال 2020 با کسب 90 از 92% آوازها بار دیگر غالب آمده و زمان ریاستش را تا سال 2027 تمدید کرد.